به کانال مفیدانه خوش اومدین. اینجا داستان‌های مفید آموزشی سرگرم کننده را با شما به اشتراک می‌ذاریم. روی تیم ما بشین و بیایید ویدیوی امروز را با هم ببینیم. در یکی از شهرهای کوچیک ایران، مردی 40 ساله به نام اموررضا زندگی می‌کرد. اموررضا مردی مهربان و خوشمشرب بود که همیشه در جمع دوستانش می‌درخشید. اما یک مشکل بزرگ داشت. او عاشق غذاهای سنگین و پرچرب بود. کباب، کله پاچه و شیرینی حامه‌ای از غذاهای مورد علاقهش بودند. پس اموررضا به بیماری کبد چرب مبتلا شده بود و حالش روز به روز بدتر می‌شد. یک روز وقتی که اموررضا برای آزمایش به دکتر رفته بود، پزشک به او گفت: اموررضا، باید یک فکری به حال این کبدت بکنی. داروهای شیمیایی زیادی هست، ولی بهتره به جای اونها یه روش طبیعی رو امتحان کنی. اموررضا با نگرانی پرسید: چه روشی دکتر؟ راهی هست که راحت تر باشه. دکتر لبخندی زد و گفت: بله، شربت سکنجبین. اموررضا که تا آن روز فقط اسم سکنجبین را در تابستان کنار کاهو شنیده بود، با تعجب گفت: یعنی همون سکنجبین که با کاهو میخوریم؟ دکتر گفت: دقیقاً. این شربت از سرکه، عسل و آب درست میشه. در کتاب قانون ابن سینا هم ازش یاد شده. اگر هر روز ناشتا بخوری و کمی در سبک زندگیت تغییر بدی، کبدت مثل روز اول میشه. اموررضا که همیشه عاشق داستانهای تاریخی بود، تصمیم گرفت این دستور ابن سینا را امتحان کنه. همان شب به خانه رفت، سرکه، عسل و آب را ترکیب کرد و آن را روی اجاق گذاشت. بوی خوشی که از شربت بلند میشد تمام خانه را پر کرد. برای خوش‌طعم‌تر شدن چند شاخه نعنا هم به آن اضافه کرد. روز بعد اموررضا شربت را با دل و جان نوشید. ابتدا کمی طعمش برش عجیب بود، اما به خودش گفت: اگر ابن سینا گفته خوبه، حتما خوبه. او در کنار خوردن شربت تغییرات کوچکی هم در زندگیش ایجاد کرد. آب یخ را کنار گذاشت، غذاهای چرب را کمتر کرد و هر لقمه غذا را حداقل چندین بار می جوید. بعد از 2 ماه وقتی دوباره به دکتر مراجعه کرد، پزشک با تعجب گفت: اموررضا، کبدت مثل یک کبد نوزاد شده. اموررضا که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید، به همه دوستان و آشنایانش توصیه کرد این شربت ساده را امتحان کنند. او نه تنها کبدش را درمان کرد، بلکه سبک جدیدی از زندگی را آغاز کرد و فهمید گاهی ساده ترین روش‌ها می توانند معجزه آسا باشند. از آن روز به بعد اموررضا را به نام امو سکنجبین و من سکنجبین می شناختند و او با خنده می گفت: هرچی دارم از ابن سینا دارم. ممنون که تماشا کردید. اگر از کار ما خوشتون اومد، سابسکرایب کنین و ویدیو را هم لایک کنین. به زودی دوباره شما را خواهیم دید.